یکم میگم این محروم ایده ها رو از کجا تو هم خوش میدی به من. آخ ما نه هم ببین زدیم عیبی نداره آره نه زیاد. آره تو راحت باش، تو راحت باش. نه خب ببین ما الان بچه ها مثلا بابت کار بعد برادرم لیلا، بعد هلو، من 1 سال داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم. اصلا اول میگم برای بچه ها خیلی دوست دارم، اولا که دوست دارم توضیح بدم، خب ولی مجبورم الان توضیح بدم. حالا این دفعه رو یه بار رو توضیح میدم. ما عشقی بابت توضیح بده اول خود دلی. آره عشقی توضیح میدم. ما یه سوژه رو اول در میاریم، بعد خودم هم نیستم اون تیمی که میگن، منم، یه دونه امیرعلی شعبازیه، یه دونه ناربست دوستم، ما امیرعلی 3 نفریم. خب آره ما 3 نفریم که اتاق با فکرتون هم. 3 نفره. این اتاق فکر رو لو دادم، تموم شد رفت. خب ما میشینیم ایده رو در میاریم، میگم خب میگن ساسن چیکار میخوای بکنی؟ میگم آقا یه حاجی هست میخواد بره زیارت، دروغ داره میگه، زنش میفهمه. خب حالا چیکار کنیم؟ باید این سناریو رو یه جوری بچینیم که مردم ببین. من این خوراک رو کم کم میدم بهشون، یعنی میگم از اینجا از 1 ماه قبل تا الان، حالا دیگه ویدیو میاد میگه آها با این دید که بهش نگاه کنی میگه آها پس اون که توبه کرده بود همینه که دروغ گفته بود رفته بود زیارت. خب یکی دو اینجوری ماه باید نگاه قارماتش کنی. بود خب که دقیقاً. اگزکتلی. خب حالا این دیگه هنر من نیست دیگه، هنر بچه هست خود. یه چیز دیگه، اینو به خاطر مردم جواب نده، به خاطر خب اصلا اعتقاد خودتو بگو. دیدی خب من خودم اصلا آقا اهل بذار این داستانا که من فرض ببخشید یه من کامنت ها رو باز کنیم، بچه ها یه ذره باز عشق کن کنن این زیر. باز کن. آره من آقا خودم یه پسر بیریزی 13 ساله که دارم و اصلا اعتقادی به این داستانا که شنیدی دیگه خودت روی آره بچه ها تاثیر آره میذاشته. بابا آره بچه بابا. ها یه چیزایی که میبینن که من خودم که پسرم که میبینه خب پرام میریزه، یعنی من به نمیدونم هنوز بعضی خدا از من چیزها رو. مردم اینو بیام چند وقت ثابت کنم پیش بابا. کلاس داشتم، گفتم بابا خب که گفت وایسا خب در یه فارماسی، گفتم برای چی؟ گفت بهمون گفتن خب که کاندوم بخریم که آموزش بگیریم. ای وای. یعنی یه چیز تو مدرسه که تازه، I یعنی یه know. چیزایی رو اصلا کلا میدونن و میبینن که واقعا واسه نسل ما قفله. برای 60 ها 50 ها این کارهایی که تو میکنی چون ما بزرگ شدیم خب قفله، ولی بچه‌هایی که جدید واقعا خب اینو تو باید خود جواب میدادی، چون من یه پسر 13 ساله که دارم درک میکنم دارم میگم I know. واقعا اصلا به چششون که نمیاد این مسائل و دیگه تربیت رو بگو بابا خودت. اصلا میگم با ما یه قل دو قل اینا باز، من نصف تیکه هایی که میام تو آهنگ اصلا بابا اینا یه فوشای بعدا من بلد نیستم. خب واقعا ولی همینه. به خدا دارم میگم، بعد ببین تو مارکت این و بابا اصلا یه کاردیبی یه چیزایی میخونه که اصلا من جلوش مسخره همینو بازیم. دقیقا خب کاردی بی اصلا از دیگه. اصلا میگم حالا خودش، بعد حالا بچهش میاد دوست داره ببین اون مادرشه داره آهنگ میخونه، بچهش میاد موزیک رو قطع میکنه. خب این اون وظیفشه که این کارو بکنه. حالا دارم میگم اصلا این بر خب حالا بچه‌هاشون چی ان؟ موفق نیستن، اینا فرهنگ ندارن، اینا هیچی ندارن. خب مگه میشه اینجا بدترین حرفا رو دارن میزنن تو آهنگشون، اسمشو میذارن هنر تالنت، که تو داری اینجوری این بابا. یه چیزی من بگم ملت، من نصف آهنگ مجازا که میبینید، حالا نصفش که نه کلی از آهنگ مجازا که میبینید من میسازم. 10 تا آلبوم دیگه دارم، اوه 120 تا آهنگ غمگین و این فان ساختن از همه چی سختره بابا. 1 سال ما پدرمون قبول در دارم میاد بیایم قبول یه دارم. جوری برقصونیمتون که موقع رقص بخندی. این دقیقا سختترین کار دنیاست. اگر نبود یه نفر دیگه عین من میتونه مثلا اینجوری، دقیقا نه اینکه بگم دقیقا. خب خیلی من بعضیا چیزم ها، واقعا این منظورم اینه که بیزینس که نمیدونن مارکتینگ یا همین اون طرف رو به اون مخاطب و به اهداف و نیازش که رسوندن سخت‌ترین کاره. اگر بعد همه فرزاد میدونستن که همه الان بهترین که بودن، که همه بعد ناماس بودن هم. فرزاد اینو بهت بگم، من تنها چیزی که برای همین هیچ وقت اینترویو نمیکنم، هیچ وقت راجع به پروژه‌ام توضیح نمیدم، اصلا نمیگم که چی به چیه. یه چیزی آقا، من
یه خوانندم، خب من دوست دارم این سبکو بدم، این ارزام میکنه، دوست دارم یه فان بسازم. ببین من هر آهنگ دیگه ای بسازم نمیتونم توش انسان اولیه بشم، لخ بشم یا اونجا پشم بزنم با نیزه بیام. آقا من اینو دوست دارم. آخه خب چیکار من باید باید بکنم؟ همسو هم داری به بقیه دقیقا اینو داری میگی اگزکتلی. مگر نه و من اگه آقا نمی عشقت آقا من الان تو خود اینه. مارکت ایران و مارکت خارج یه آهنگی خوشم نمیاد، امکان نداره گوشش بدم. یعنی تو مثلا هر جا میبینم آهنگش، مثلا تو رادیو جوان میبینم فلان آهنگ خونده، میگم بابا اصلا این هرچی هم بهترین آهنگ هم خونده باشه از بیرون، یه بار گوشش چی میدم. ما آدما That's it. عادت داریم وقتی یه چیزی رو که داریم که قدرش رو که نمیدونیم، وقتی از دستش که دادیم اگر چند سال کار نکنیم میگن من بابا ولی اینو یه به کی چیزی بهت برسونیم، با بگم اون یکی حال من بکنیم. خوبیم یه چیزیه، من خوبیم اینه که من راضیم، من خیلی راضیم. من اگه بیام یهو کامنت ها رو یه دونه نه میگه طرفدارا راز بهت خیلی که بگم. بیشتر از اون آینو هیتان. خب بعد بابا اصلا اگه میگم به هیت نباشه یه خب یعنی موفق که نبودی، میگم اگه هیت دقیقا نبود بدون میخوام همینو موفق که بهت بگم. نبودی. ناربه الان اینجا نشسته سلام داره نگاه میکنه تو برس. آینه. ناربه تو آینه معلوم نیستی؟ ناربه خیلی تو این کار همیشه با همین. یه آهنگ چی بود خدایا، لیلا بود، برادر لیلا بود. یهو ببین من یه چیزی بهت بگم، من تو 5 دقیقه اول تو 2 دقیقه اول میفهمم آهنگم گرفته یا نه. یهو دیدم همه کامنت ها مثبته، گفتم ناربه بدبخت شد، همه دارن میگن ای چیکار کردی اینو. یهو نم که پورنگ بود چی که بود یه چی گفت همه ریختم فوش، گفتم گرفت داره گرفت. نگاه کن دقیقا آه، اگر بهت هیت نیاد، هیت دلیل اصلا اصلیش یا قضاوت خب از حسادت میاد. اگر نیاد خب آدما به کسی حسادت میکنن که از خودشون خب تونسته بهتر باشه، کاریو که نتونستن خودشون که بکنن و انجام دادن. اگر اومد پس بدون خب موفقی، اگه بعد نیومد بترس. فرضت دقیقا عین همینی یه که چیز گفتی. دیگه هم بهت بگم، اینو همش داشتم به خودم میگفتم اگه رفتیم تو لایو اینو حتما بگم. بعد داستان اینه که میگن یه مدتی که آهنگ اینم گوش نمیدن. گفتم آره، اصلا عمر آهنگا الان کلا 1 ماه 2 ماه، شما چرا انقدر جدی آقا میگیرید همه چی رو؟ خیلی ها یه ماه بابا هم نیست، خیلی ها یه اصلا ماه هم اصلا نیست. ولش. الان داشتم به دوستم میگفتم، گفتم ببین ما الان دیدی همه جا دارن گوش میدن مارمولک و یه ما دیگه بعدیه، بعدش هم بعدیه. برای همین تو کل سال هر کی آهنگ خفن میده هیت میشه، اول همه من بهش تکس میدم، میگم ترکوندی، یه ما میترکونیم با آهنگت. میفهمم چی خب میگی، دقیقا چرا میفهمم. انقدر جدی میگیرید؟ آی بچه کامان باید کامان. همه جور یا کن، خب همون جور که همه سبک موزیکی هست همه جور آدمی هم باید باشه. اگه نباشن ما هم دلمون تنگ میشه که براشون این هیترا. اصلا و نباشه کار من اینا هم نمیگیره، اصلا اینا کاری دوستارتن، میکنن بگیره. خب اینا هم دوستارتن. خب فکر نکن اینا هم نیستن، خب اینا اتفاقا خیلی بهت بیشتر که فکر میکنن، یعنی تو دلشونی بابا واقعا. میگم بهت این اصلا. داستان این قسمه که چی بود، اینم خیلی داستانش آخ بده. آخ آخ اون آقا اون دیگه خیلی اصلا یه چیز وحشتناک عجیب غریبی بود. من گفتم تو بی احترامی که ببین نگاه کن، یه سریا هستن این وسط کره‌گیر، خب که یارو میگه خب چیکار کنم حالا من تو این اوج این حاشیه‌ای این اگه من الان یه چیزی به این بگم میتره که فلان، خب حالا بیا اونا منم اینو میخوان بگم. دیده من بشن دیگه آقا خب دیگه. حالا اصلا وایسا یه دقیقه ما وایسا، تو من اصلا چی داستانیم خبر آقا داریم. حالا اصلا من چی گفتم؟ گفتم همتون نسخ منی یه قسم آره خوردم. خب به بنده خدا. این کجاش بی احترامیه؟ بد. حالا از این دیدی که بهت میگم نگاه کن، این حاجیه که ریا میکنه، که میگه من رفتم زیارت که توبه کرده، قسمش هم باید باید یه قسم درست بکنه. نمیتونه بگه به یه توبه میری به جون داداشم، باید بگه به قرآن به خدا به فلان. این از این دید که بهش نگاه کنی بگی خب پس این یه کرکتر ساخته، این آهنگ اسمش مارمولکه، یه حاجی است که این کارا رو کرده، قسمش هم باید اینجوری باشه. بعد حالا تو دقیقا یه بیتو میشنوی میری، ما به این فکر کردیم که قسمش چی باشه. میدونی نه باید یه قسمی دقیقا بخوره خود که ریا میفهمم توش چی داری باشه. میگی. خب بعد میدونی خب یه موضوع جالب من چیه، از این نمیخوام حاجی ها راجع به زیاد خودم داریم توضیح ما. بدم. آقا اینا منو میفهمم، بعد دیگه نمیتونم بهشون تریک بزنم و به نه انت خدا. نگاه کن، آدمی که خلاقه، آدمی که واقعا از ذهنش استفاده میکنه، تمام ایده هاش و نوآوریاش هم که بگه که ترسی که نداره، یعنی باز میدونه
خب میتونه راه که بسازه، حتی اگر راهی که نباشه. یعنی من به مطمئنم خدا اگر فرزاد ما این برنامه آهنگر رو اگر کار من این آهنگ رو امسال نمیدادم، تو یادته که تو پارسال که با هم صحبت کردیم که یه سال با ایکس کار کنیم و اینا، اول سال بهت گفتم من یک سال کار دارم تا برسیم به این پروژه. کنیم. تو میدونی فقط که یک سال داریم راجع به این حتی پروژه ما کار میکنیم. گفتیم خب یه کار دیگه ای که بکنیم که زودتر، گفتیم نمیرسیم. اگر اصلا بخوایم سر هیچ کاری صدا نمیتونیم بکنه، اگه بکنیم. بخوایم قوی باشه، یه کار تو فرصت رو میتونستیم استودیویی مثل که من بقیه میتونستم 2 تا آلبوم بزنم، 2 تا آلبوم تو این شاید وقتی بیشتر که با گذاشتیم. این چیزهایی به که من خدا میبینم که الان میاد که بیرون، مخصوصا از خواننده‌های عزیز ایرانیمون که آهنگا خیلی هاشون هم بد نیست، ولی آف خب کورس. اون ویدیوهاشون، اون موزیک ویدیوهاشون که میاد، خب فکر کنم خب مثلا تو با این پول میاد 100 تا موزیک ویدیو تو سبک اونا مثلا میتونستی بسازی. واقعا چیکار کردیم فرزاد؟ این آقا یکی پروژه رو خیلی بدترین، دیگه آقا دیوونه بعد کردیم خودمون. که بعد میدونی چه وصله خب به من خب زدن این طرفم به من میگفتن آخ تو اینا رو خراب کردی. گفتم آقا یارو آقا هر منو کاری چی داره که میگی؟ آقا میسازه. بابا ببین نگاه فرزاد، یه چیزی به تو بگم، بدترین چیزی که به من میگن یعنی آتیش میگیرم. تو یادت سر پروژه چیکار میکردیم؟ آقا چیکار کنیم؟ پروژه زد بالا شد $305,000، 400. دقیقاً. بعد میگه، بعد تیترش اینه اینم که از فلانی پول گرفته اومده. میگم بابا نگید، حداقل اینو نگید. من کی پول گرفتم؟ کی بیاد به ما پول بده ویدیو بسازیم؟ دهنمون واقعا سرویس شد، ویدیو رو تموم کردیم. یعنی بعد ببین والا تو اگه بیام اوجش بدن بودیم. من میگیرم، به خدا نیستم. فرزاد میگم ما وسط ویدیو بودیم، گفتیم خب وای اوور باجت شدیم، $100,000 زده بالا، چیکار کنیم؟ الو فلانی بیا فلان کن فلان کن این کار کنیم. خب بعد بیا یه اسپانسر دیگه بگیریم فلان. نه دقیقاً فرزاد چیکار اضافه کنیم؟ بعد شدن گفتن چیز همین بود این دیگه. که دقیقاً بعد فیلم ها میومد یوتیوب، این که میدونیم این از فلان کشور پول میگیره که بیاد فرهنگ ما رو خراب کنه. نیناشناش هم دادم همینو میگفتن 20 سال پیش، الان هم همینو دارم این میگن. خیلی واقعا این طرز فکر این واقعا این خیلی از همه بدتره واسه من. آره خیلی خب به من که یه چند جا خب دیدم خب نوشته بودن فرزاد خب یهودی زاده. من بدم نمیاد، خب من با یهودیان مشکلی ندارم کلا. آقا اصلا ولی یه باورم موضوع نمیشه. آقا، بیشترین حاشیه و عجیبترین حاشیه‌ای که تو این مدت مارمولک دیدی و تجربه همین کردی چیه همین؟ یعنی این از همه بدتر بود. یعنی داشتیم نگاه میکنیم، بعد تو یوتیوب درد گذاشته داشت. بودم اخباره رو، من نشسته بودم. آقا اولا که اینجا یه تشکر بکنم از الشن، کارگردان ویدیو، دمت گرم، کشتمش. 2 ماه پری پروداکشن بود، 2 ماه فیلم برداری، 1 ماه ادیت، دیوونش کردم. ولی نشسته بودیم من الشن، اینا تیزر پخش شده بود با ناربو و یکم امیرعلی، میگم اینا همه نشسته بودیم. یادش محرومید بود آقا از بله کجا رئال پول از کشورهای فلان و فلان و فلان پول دریافت کرده برای ساخت این ویدیو. بعد ما منتظر بودیم $30,000 بشینه به حساب. میگفتیم بابا فیلم برداری لنگ سیتاست، دهنتون سرویس. نکن، یعنی کی پول داره واقعا میده؟ این مارکت خیلی ایران عجیبه حرفایی که خیلی میزنن. موزیکش واقعا، نه موزیکش، فیلمش متاسفانه چون عددا توش اصلا عددهای 300 که 400,000 تا تو موزیک تو دنیا عددی نیست. تو دنیا اسپانسرا هیچی نیست ولی تو مبلغایی که میدن خب اصلا شما سرتون سوت میکشه. بابا، ولی تو مارکت ایران من بعید میدونم. همیشه هم به همه گفتم الان ما 300 و مثلا 20,000 دلار شد ویدیومون، که میشه الان تو پول ایران چقدر میشه؟ چقدر 300,000 تا میشه الان؟ چقدر میشه؟ الان 30 خب میلیون. دلار خب 100,000 نمیدونم تومن. چقدره حالا هر چی. الان ما میتونیم فیلم سینمایی بسازیم بفرستیم جشنواره. دقیقاً. خب ولی اینو درک کنید، ما برای اینکه شما فقط بعد حالا یه چیزی رو بهتون بگم ملت، من میدونم آهنگ عمرش 1 ماهه تو ایران، مخصوصا 6 و 8، چون فردا یکی دیگه میده اون بالاست، فردا یکی دیگه، فردا یکی دیگه. ما 1 سال وقت گذاشتیم، هر چی داشتیم ریختیم تو پروژه برای اینکه شما تو عید بخندید، 13 به در تموم، خدافظ. دقیقاً. همین. واقعا همینه و اینو باید واقعا درک کنید، تو رو خدا نگاه درک کن، کنید. دقیقا من دو طرف رو میخوام در نظر بگیرم. خب اونی که دوست نداری اوکی، ما درکت میکنیم، آقا تو گوش نده، تو نگاه که نکن، تو استفاده که نکن.
اونی که دوست داری، خب همه که شجریان که دوست ندارن آقا، که همه که علیرضا افتخاری یا آقا مسعود اصلا اصفهانی دوست ندارن که. من یه چیز اصلی که به همه حالا گفتم، ببخشید خب گفتم من تو اسم اصلا این عزیزان رو آقا آوردم، اصلا محترمن بابا همشون، ولی میگم من کلی خودم میگم آهنگام روز گوش نمیدم. اصلا تو نباید منو گوش بدی روز. تو مال اون فقط سبک خاصه، فقط مال اون پارتیه. فقط 10 شب به بعد اگر تازه حال کردی با آهنگم که خورده بودی در که شب به بعد نخوری خب کله ضرر خاقی داره. آقای حالا یا کله بعد دیگه پاش. حالا اونش دست خودتونه. وقتی که داشتی حال میکردی گفتی اوکی امروزم تموم شد، میخوام الان اصلا یه موزیکی گوش بدم فقط بخندونتم، حالا هر چی که میگه بگه، خب اونجا باید حال کنی منو بذاری. نه دیگه، نه پس مثلا نشستی اینجوری ظهر بگه آقامون جنتلمنه و دوست دخترت هم باید به هم زده که نمیشه که موزیک مال شبه اصلا. خب نه بعد میدونم. ببین من میدونی فرضت از چی ناراحت میشم، بعضیا فکر کنم این نمیدونه این همینا رو میتونه بنویسه. میگم بابا من قبلا میدونم، من خونده بودی خودم من دارم واسه میدونم. با اینا که 120 تا آهنگ الانم که میگم. با خیلی ها میدونم داری کار میکنی. میگم یه سری آهنگ مجازا رو بهت بگم من نوشتم باورت نمیشه. خب میدونم نه یا کن اینا به کسی که میتونه یه کشور رو بگم تکون بده یا بگم خود تحت تاثیر که بذاره دیگه، با موزیکای دیگه واقعا واسش به نظر من ساده تره، چون آدما راحت فرزاد تر که جذب خب موزیک غمگین و احساسی و عاشقانه و این حالا اینو داستانا بهت میشن. بگم فرض که چی یادم اومد، اینو همیشه تو ذهنم بود بهت بگم. گفتم داشتم به بچه‌ها میگفتم، گفت بابا ساسا خب بابا چیکار میکنی دنس سرویس انقدر هیت میگیری فلان. گفتم ببین trust me، من این چیزی که میخوام بهشون بدم بذار اینا هرچی هم که میگن. اولا که من اصلا کامنت نمیخونم، من فقط 1 دقیقه اول کامنت میخونم، یهو تو دقیقه اول میگم گرفت برید دنبال بازیتون تموم شد. خب میگم من اگر این انرژی رو 1 سال بذارم بگم اوکی بچه ها پلنمون اینه که امسال فقط مثلا عاشقم بشن، یه کاری میکنم رگ بزنم که این ساعت نه انرژی که قبول واسه این بر اینو میذارم کامل و اون بر قبول بذارم. دارم. ولی ارضا نمیشم آقا، من دوست ندارم اونجوری بخونم، باید کیو ببینم ولی میخونم یه سری چیزا رو، ولی دوست ندارم، من دوست دارم حالا اینجوری همین بخونم، دوست سوال دارم بعدی اینه، اینا انسان تموم ولی شد یا باز بشم، منتظر که باشیم؟ دوست دارم بگم این حجم ممه. خب چی نفهمیدم. اینا تموم شد یا باز منتظر این داستانهایی که جدید باشیم؟ اینا چیه؟ منظورم این نوع حاشیه ها، این نوع سبک موسیقی که تموم شد یا باز باید منتظر باشیم جدیدا؟ ببین اصلا هیچی، ببین من احتمال ببین الان آهنگمون با اچرن اومد بیرون، اه، حاشیه‌ای من واقعا کردم. تبریک میگم، هر اینو واقعا تبریک دمت گرم. میگم برای کاشکی اینم مردم که ببینن واسه ایران یه سری اکارا افتخار واقعا که یه فارسی زبون، یه ایرانی اصل با دمت گرم. چنین سلبریتی بین المللی کار کردن. تو رو خدای یکم چشماتون رو که باز بکنید، خیلی این کار ساده ای نیست واقعا. دمت گرم، ولی خب نکن بذار من یه چیزی بگم استانداردهای قبلش. خب کشورهای بگو. اروپایی و آمریکایی خیلی که بالاست تو خیلی از زمین ها، و اینکه شما تو موسیقی که بتونی باهاشون همسوق بشی و باشون همکاری که بکنی، واقعا این جایی که تقدیر داره و اون هنرمند رو باید ازش حال خوب. حالا نه چون تویی، ما داریم، ما زیاد بابا داریم افرادی حالا که این کارو بذار یه کردن، توضیح کوتاه بدم واقعا خب بهش. همشون رو باید که قدردان بود. ببین کلا اصلا مثلا الان مثلا آهنگ اچرنه من اصلا نیازی به تبلیغ ندیدم اصلا. البته ما که بکینگ وکالیم، ولی خب خیلی بزرگه که یه آهنگ فارسی، یعنی خواستی یه تیکه‌اش فارسی باشه. اولا که دم آرش گرم، آرش به من گفت که بیا تو این آهنگ. اندی هم هست تو پروژه. حالا یه خبرم به همه بدم، اندی رفت سر ویدیو، من و آرش هم نتونستیم بریم سر ویدیو چون من درگیر مارمولک بودم. آرش هم فکر کنم قزاقستان بود کجا بود، یه کنسرت داشت نتونستیم بریم لندن سر ویدیو. ولی میگفت دمش که گرم، آرش هم با من دارم. صحبت کرد اومدیم توی این آهنگ و اینا. ولی خب مثلا نیا کن این آهنگ اصلا نیازی به حاشیه نداره. احتمال داره من مثلا الان 2 سال آهنگ نخونم، احتمال داره 1 سال دیگه، احتمال داره 5 ماه دیگه 4 تا بخونم. من کسی هم که نسبت به
موقعیت کارمو انجام میدم. هر کسی توی این کره خاکی الکسیس تگزاس رو بیاره تو ویدیوش، لختش میکنه، میبرتش دم آب، میارتش تو بغلش. من رو سرش کردم چون به موقعیتم میخورد. خب من هیچ کاری رو الکی انجام نمیدم. صدا اگه میگم توبه سیما خب کردم، گفته بود خب چقدر داده خب به الکسیس و تگزاس صدا خب که 20 فکر کنم خب گفته بود این اصلا میخواد جوونا ما رو که خب اخبال یه بکنه به نه الکسیس. عزیزم، ببین یه چیز کلی بهتون بگم. من هر چیزی که خودتون میخواید تو اینستا بهتون تحویل میدم. چون اگر شما نمیخواستید الکسیسو، منم ریلز نمیوردمش. دو سه تا قبلی منو خب که خودتون دیدی بهش خب گفتید خاله. ریلز دو سه تا قبلی منو خب که دیدی که خب گذاشتم خب دقیقا صحبت کردم که عرضه و خب تقاضاشو داشت. exactly. بعد خب یه چیز خب جالب تا نفرات بالای کشوری که عزیزمون و دولتی ها و روحانیون که الکسیس تیزاس رو میشناختن. یعنی ببین من سرم هیچی سود اون جوکه کشیده بود. نمیشه. یعنی شما ببین هم دیدید. امیر قاسمی اون جوکره که چیز اسی گفت به امیر قاسمی، گفت بچه رفته به باباش گفته که دیدی کیو آورده، اینو میشناسی؟ گفته نه چی بود؟ گفت اینی که میشناسم، اون یک پسره کیه؟ فکر کردم میگه الکسیسه. یعنی همین دقیقا حالا نگاه کن از 20 و 30 تمام مجریاش که میشناختن از کل عزیزان کشورمون همه از عوضی ها آنا همه آنا میشناختن. یعنی حالا واقعا یه چیزی اونم که بهت بگم داستانی بود برای فرزاد، خودش. ببین من بازم دارم میگم، من از قبل با هم صحبت کرده بودیم که بعد کار بیایم یه توضیح باحال بدیم. اولین حتما بارم هست، من فکر کنم بعد 6 7 سال میام صحبت میکنم. اصلا دوست ندارم اینا رو توضیح بدم. خب چون من میگم یه چیزی که من میسازم، شما خودتون باید برین کندکاف کنین که آها پس این دلیلش این بود، این اگه توبه کرده بود نمیخواست مثلا فلان کنه. خب حالا مارکتینگمون که بجاش، اون که آف کورس قبول میکنم که ما یه سری کارا یه سری پلنا داریم، ولی ببین من یه کاری میخواستیم بکنیم. گفتم ببین این کاره میترکه، خب میفهم. ایران اصلا به هم میریزه، ولی مکسنس نمیکنه. چه ربطی به آهنگمون داره؟ هیچ ربطی نداره. این حاجیه داره دروغ میگه. هر چی به من ایده میدید یا هر چی ایده در میاریم باید تو این راستاه باشه. من بابت این آهنگ 120 بیت نوشتم. 120 بیت. یه بیتاش که اصلا انقدر رادیکال بود، تو فکر کن بیتا رو خودم خب هم جرئت نکردم بخونم. خب ببین دیگه چی بوده. خب یه سری بیتا خیلی میفهم. پانچ لاین بود ولی ربطی به آهنگ نداشت، درش رو بردیم. میخوام بهتون بگم اگر میگم رفتم ایران، اسم آهنگ تهران توکیوه. من از تهران باید برسم توکیو. میفهم کامل میفهمم چی میگی. کامل میفهم. یه عکسی واسم آقا فرستادم اینا دیگه گول اتفاقا. نمیخورن ولی ها. ولی من نه خب مردم ما که خیلی خوب باهوش و عاقلن اصلا آره کاسبوز، آره آره. ولی مطمئنا شما خیلی خوب بلدی که چطور اون کاری که باید رو بکنی و ولی راضیش واقعا کن که بکنی. دیگه واقعا خسته شدم دیگه چقدر بابا دیگه برم کن دیگه. حوصله نه ندارم الان هدف فعلا. راضی کردن بالاخره که آره. ملت ها من وقت خوشحال فقط باشن. خب ببین شب عید هر کی هر خداییش چی بگه غیبت شب کیو عید. بکنن غیبت کیو بکنن. بعد حالا باید به خدا باید به من یه پول اضافه بدین. کل قبل عیدتون رو براتون یه 20 روز آخر براتون سناریو میسازم، میایید حال میکنید، این به اون میگه اون به اون میگه، یا آهنگم بهتون میدم برید باش برقصید یه ما بعدم خدافظ. اصلا موضوع صحبت تو نشستاتون، موضوع صحبت تو نشستاتون. آقا اینو واسه من فرستادن عکس ظریف و تو ویدیوت آوردی چرا؟ اینو گفتن دلیلی داشته. چون حاجی اینو ببینه عشق میکنه. دوستا من دارم برمیگردم میگه این عکسشو بزنیم با اوه ظریف و اوه. دیپلماتم دیگه، میگه اینو بله ببینه عشق میکنه. بله بله بله. خب دیدم امینم یه استوری بات گذاشته بود انگار با من میگه اینجا هم کجاش آشتی کرده. دوست دارم، من میگه کجاش دوست دارم، اونجا دختره میاد میگه برنجا داره ته میگیره ها. گفت من از پرده آه. بیام بیرون چی بگم؟ گفتم بگو برنجا داره ته میگیره ها. دارن میدونم نظری میپزن. فکر کردم من زیارتم. نه واقعا آره با امینم که عالی بود. آره با امین قرار نبودیم، ندیده بودیم تا حالا با هم دیگه رو، ولی اومد. آلمان هم دیدی؟ خب کجا دیدی؟ آلمان کجا بودیم؟ دوسلدورف بودیم. خب امین خب کلا خب مدلش خب با همه یه قری آره داره. تا دیدمش گفتم
ولم کن منو ول کن. گفت کاری باید ندارم. گفتم تو با من کاری نداری. نه دیگه نه با هم دیگه برعکس خیلی بچه چیزی خوبی که هم هست. خب آره برعکس خب چیزی که خیلی ها تو مدیا که میبینن واقعا به نظر عین من منه انسانی که قشنگ. من همه با فکر میکنن آفرین این حالا خیلی با چیکار مرامه میخواد با بکنه. معرفته. دقیقا اینا دقیقا خب مثل خودت که واقعا خب گلی اینو خب جدی میگم، من با خیلی از سلبریتی ها میدونی کار کردیم، خودت هم با خیلی ها کار کردی از اسپانسرها، خب ولی واقعا از آقا اون واسه تو سلبریتی هایی یادم بودی. نرفته احساس میکنم یادم بره. چند تا تشکر بکنم. الشن که گفتم، امیرعلی شهبازی گفتم، ناربر رو که گفتم. اینا الشن که کارگردان، بچه ها تیم ایده پردازیمونو، امیر که دیگه امیر با شما صحبت کرد اسپانسر این داستانا، خانومم امیر که بیتا واقعا امیر کشتمش. شهبازی واقعا ازش من آره خودم به شخصه که تشکر میکنم، واقعا پسر با مرام، پسر اصلا خوشقلق با ادب و واقعا پیگیر، واقعا دمش واقعا گرم، واقعا دمش گرم. دوست دارم بچه. میدونم الان شاید براتون بورینگ باشه ولی اسم این بچه ها رو دوست دارم بیارم اینجا. حالا یه سری اسم هم یادم میره بچه ها، همتون دمتون گرم. چون شاید نمیدونید یه تیم 200-300 نفره این پروژه رو ساختم. خیلی پروژه سنگینی بود. مارمولک سخت‌ترین پروژه زندگیمو، گرونترینش بود. بیتا دمت گرم، همسرم کلی حمایت کرد. ام، خسته نباش. آرام آرام دمت گرم، مرسی که اومدی تو ویدیو، نقش اصلی بود. حامد، فرزانه، کیو بگیم، آتی، همتون بچه دمتون گرم. کلیه اصلا بخوام اسم ببرم یه 20 ساعت طول میکشه. خب خیلی دمتون ها خب گرم نوشته که بودم خب امین خب که کیه که باش چیز کرده میگی دیده بودیش، خب امین فردین رو میگه آها بچه آره ها، آره اینو من بچه تو انفر. کامنت ها نوشته بودم. امین اگه داری فیلمو میبینی اسمت اینجا اومد چرا آخه دوباره حالا به نگیری رو من داداش. داستانش میکنه، حالا واسه که خب اونم مثل خودت خوراکش استفاده از مارکتینگه. ولی آره واقعا به تبریک میگم، واقعا خسته عشق منی نباشید با فرزاد، این. دم تو هم گرم. بچه های نه یه وایسا، یه تشکر ویژه از همه بچه های آیکس بروکر. حالا اسمشون میتونم بگم یه آره دوتاشونو؟ راحت باشه، آره راحت. یاشو، صحرا، مرسی بچه ها، همه دمتون گرم. و فرشید EMH پروداکشن I love you دادا، مرسی بابت این همه کمکی که کردی. واقعا نمیدونم دیگه، نمیخوام تشکر کنم اسما یادم میره منم از فرزاد، ولی تیمت دم تو از واقعا همه بیشتر گرم. منم از تیمت واقعا ممنونم بابت این کار که زیبایی که داد. از تیم خودم که واقعا که میدونم چقدر باتون بچه های آیکس بروکر خوش آینا ارتباط بودن، وقت گذاشتن و ممنون که تونستی یه شرکت خود تازه است تو چند ماه، واقعا این همکاریمون تقریبا تمام ایران دیگه خود تقریبا این کمپانیو که میشناسه که به آینا لطف همکاری خود با خودت بود. از این بابت که عشق ممنونم خب و منی امیدواریم که بابا. بتونیم واقعا سرویس خوبی به مردم بدیم و لایقش که باشن 100% از این بابت. ولی کارت درسته. منتظر کارهای آینده تیم، مطمئنم بازم که میترکونی. عشق هم منی. به مغز فولادیت تبریک میگم و خسته بابا نباشید راجع به میگم. مغز فولادی تو صحبت نکن، من انقدر بیام پیش تو درس حیث پس بدم. تحمل که میکنی و باز راه تو ادامه میدی و برای اونایی که دوستت که دارن باز اون چیزی که میخوان و ارائه میدی، و مغز طلاییت هم که ازش خودم قرار استفاده کنم تو بیزنس ها دیگه. یه نکته بهت بگم تا آخر زندگیت یادت باشه. باش. اولا که اینا هیت نیست. من تا الان یه نفر تو زندگیم ندیدم بیاد در نزدیک به من بگه ببین تو خیلی بدی، اینا رو ول کن، اینستا رو بذار کنار. ببین اینا تو استودیوم میگن دایی حیا کن فلان رها. میدونم حاجی، خب به علی دایی تو رحم نکنی به من امکان نداره دیگه رحم کنی. اینو همیشه تو ذهنت داشته باش. حاجی تو ولی اینستا واقعا خب همه همشون شیرن. آره اصلا اینستا رو بذار کنار. 10 تا کامنت اول من میفهمم آهنگم گرفته دیگه کامنت نمیخونم، شما بذارید. That's it. ولی واقعا ببین حمایتشون رو میدونی کجا میبینم کجا؟ اینکه 54 میلیون ویو میگیره پست من. دابس مشا اصلا یعنی اقدر زیاده نمیتونی که بذاریشون. ببین اینجا خستگی میره، میگم آها درست بود. یهو میشم نمبر وان تو جرمنی. چهارم شدن تو یوتیوب آمریکا الکی نیست. واقعا نه. ایرانیا ریختن، شما دارین این حالو به من میدین. خب و اینکه میرم کنسرت دوسلدورف 6000 نفر همه خوبه هی 60 کردی میلیون فقط. من شنیدم خب ویو، خب واقعا نداریم،
واقعا دمت گرم. و دمشون اینی گرم، که میگم دمشون گرم. واقعا تو رنکینگ 10 تای هر رنکینگی تو بین المللی بیای واقعا افتخاره. خب بعد یعنی حتی خب اونایی هم که بعد ما از این با یه موضوع مملکت 80 میلیونی بتونیم تو آمریکا چهارم بشیم، تو کانادا سوم بشیم، تو جرمنی اول بشیم یوتیوبمون، دم بچه ها گرم، به خدا دم همتون من گرم. یه چیز خیلی جالب، آمار خیلی تو جالب که دیدم، خب اینم البته خب امین فردین خب بهم گفت ساسی ای تو بابا. 3 سال تو توییتر 16 میلیون بار اسمش اومده. بیشترین فردی ظاهرا که اسمش تو توییتر اومده. یعنی برای واقعا بچه اینو هستی، فقط میخوام بگم دمت گرم. و حتی عاشقتم، اون دم عزیزانی تو که با گرم. این سبکم حال نمی کنید، من به شخصه خب واسهتون احترام آقا قائلم، اصلا ولی این ببین، یه اصلا نگاه موزیکه، کن، اصلا ببین خودتون رو نگاه، اذیت که حرف منو نکنید. بابا، تو رو خدا حرف منو گوش بدید، اصلا حال نکنید بابا. اولا که اگه حال نمیکنید اونقدر گوش ندید، اینو بذارش کنار، بگو آقا من با تو حال نمیکنم اصلا گوشم نده. خب این از این. خب بچه هرم که اصلا تو باید جلوشو بگیری نه من. سه، مهمترینش اصلا حال نکن. اون موقعی که اصلا نزدی هم تو مهمونی یه دونه اومد بخند، بعدش کن بره. آهنگ تو موزیک ایران 1 ماه یا 2 ماه تو این مارکت بیشتر، اون موقعی که الان داریم گوش میدیم آهنگ ابی هنوز مال 50 سال پیش بود، مال 50 سال پیش ساسی بود. الان من یه یه آهنگ، الان خودتون فکر کنید کدوم آهنگ از پارسال الان بالاست؟ دقیقا چی؟ خصوصی من یه 1 ماه. درخواستی دارم که تو اینو که بگی من میگم، ولی تو بگی خب بالاخره از دهن تو خیلی متفاوت تره. این روزا که داریم خب میبینیم تو ایران فقط نیست، تو کل که دنیا هست، این فحاشی این تخریبا، این قضاوت ها، توهینا، با هم دیگه خب دشمنی ها. واقعا من یه آدم خیلی خوب کوچیکیم، ولی هم از تو خواهش میکنم اینو بخواه از مردم، هم از مردم اینو درخواست میکنم. کار به دنیا که ندارم، ولی تو رو خدا یکم با هم دیگه بیایم با معرفت تر باشیم. لازم نیست دهنمونو به بعضی از کلمات، حتی انتقاد بد نیست، نقد بد نیست، ولی محترمانه، با ادب، با شخصیت، منطقی. اینکه به هم نفرت بدیم، هیت بدیم، واقعا به خدا اولین صدمه رو خودتون تو زندگیتون که میبینید، این کارما داره برمیگرده که به خودتون. حالا یه چیزی بهت بگم کل داستان رو میفهمی. ولی خب من اصلا با هیچ کس کار ندارم. من میگم اصلا ببین اینستاگرام ما رو بذار کنار. خب این هر کی هر چی دلش میخواد اتفاقا بذار بگه، اصلا مهم نیست. خب من اومدم گفتم خوبه، هیکلیه، فقط یه کمی کوچوله. خب 54 میلیون ویو. اومدم با اچرن آهنگم رو گذاشتم با آرش با همدیگه داریم میکنیم 2 میلیون. میدونم پس ساسی اصلا میدونم. پس تو عمدن داری کاری میکنی که من اینو به تحویل بدم. آقا تقاضا اینه، متاسفانه خودشون باور نمیکنن. من اینو تو پیجم ریلز exactly گذاشتم. آقا خودتون exactلی میگید، خودتون دارید میگید خودت. آقا این مدلی ببین واسه ما که بساز. من میدم، آره من میدم خب بازم. که تو هم آقا خب ترس و ابایی که نداری، واسه خب که موفقیت و خب بهترین کار که مهمه، خب میخوای ببین اول که من باشی انجام حالا میدی. فرزاد واقعا بعضی موقع عمدن نمیام این کارو بکنم، میگم بیا این کارو بکنیم عمدن که این، به خدا من غیر از این حالت یعنی ببین شاید زورم کنن بگم بابا باشه تو صدات خوبه، ببین چقدر خوب غمگین میخونی، نگاه کن، نگونه نگونه نگونه، بخون دیگه اینجوری. حال نمیکنم، من اینجوری حال میکنم. ولی خب بالاخره از این آهنگام میخونم حالا ایشالله. ولی من تا سناریو براتون توضیح ندم، تا یه دنیایی براتون نسازم که این حاجیه یا اون آدمه که رفته بود توکیو یا برادران لیلا فیلم داشت بازی میکرد، من تا دنیا نسازم حال نمیکنم. اینم به آخر خودم رو توضیح دادم. آقا نمیخواستم خودم رو توضیح بدم اصلا. آقا آخری حرف فرض گلی ته خودتون منو کشیدی بیرون بالاخره. یکم نه به خصوصی به نظرم شاید هم لازم بود خوب بشه، خیلی نمیدونم شاید خوب بشه، حرف، حالا نه ببینم، نه به امیدوارم نظرم ریاکشن ها خوب ساسی باشه. لازم بود خیلی ها حرف دل خودتو که بشنون، چون آره بعضیا شاید سکوت واقعا فکر بده. میکردن چه نقشه ای هست، چه اهدافی هست، چه نه بچه ها چقدر نگاه پول کنید. هست. حالا ما که دیگه خود که پیر شدیم، خب ولی 4 تا آدمیم خب دوره هم یه
خب هر کدوم به اهدافی، خب برای بیزینسمون، خب برای شادی خود شما، واسه خب موزیک، خب اومدیم یه همکاری خب کردیم، یه محصولی رو که منتشر خب کردیم. واقعا انقدر که فکر میکنید توش نقشه و برنامه ریزی نیست. ما هم نیاز شما رو دیده احساسی که اومده اینو ساخته و در نهایت حتی اگر که دوستش هم که نداری، لازم نیست به خدا باش دشمنی که بکنی. بعد تو و فکر سال کنم داره این تایممون حرفای طولانی تو دلی سال آخر خودت تو بپرس. من اینجا، یه حرف آره فکر میکنم کار خوبی کردم اومدم این الان حرفای الان دارم دلی میگم. خودت فکر آینو کنم اینجا، خب نمیگم 100%، ولی من مطمئنم 50% آدمایی که عاقلن و دلی زندگی که میکنن و حسشون رو عوض کرد نسبت بهت. حالا بگو. امیدوارم. نه یادم رفت تو بگو سال آخر تو بپرس، یه چیزی میخواستم در بگم یادم نهایت نه، من سوال آخرم اینه، حرفی مونده بخوای واقعا به طرفدارات الان که بزنی؟ آه یه چیز خیلی باحالی میخواستم بگم یادم رفت، نمیدونم چی راجع به چی خب میخواستم صحبت کنم. ولی نه اوکی، در نه میخواستی کل فکر کنم در اینو کل بگی. بگو. در کل ببین نگاه کن من کلا اصلا ببین من احساس میکنم دستم رو میشه اگه توضیح بدم، برای همین هیچ وقت اینترویو نمیکنم. ولی در کل سخت نگیرید اون دوستای ارزشی، سخت نگیرید. من اینو را... توجه کنید. یه رافعی دونه پورا. یعنی توسی من 100 تا گوش پیام شده خود دیدم که گفتن اینا از این پول گرفتن، از این پول چی گرفتن، بود از این، یعنی همه کشورها به ما پول دادن، از کاش آل داده سعودی داده بودن بود، حداقل. آقا از ما که فوششو میخوریم، کاش عبدالله. حداقل یه دو قرون. او مای گاد. نه ولی داستانمون اینه که عزیزم به همه رو دارم میگم و بعد من یه طیف نیست که خب نگاه کن این وریا میگن تو فوش دادی، این وریا میگن فلان شده، این بعد اینا همه برای من لذت بخش، من اصلا همینو میخوام. خب دنبالی پس اصلا به خودتون چیز نکنید، یعنی به خودتون سخت نگیرید عزیزای دلم. یه آهنگی میاد سالانه، بعد حالا یه چیزی بگم، 11 ماه شما واسه تربیت بچت میتونی وقت بذاری. من با یه دونه آهنگ چجوری باید خرابش کنم بابا؟ اگه من تونستم با یه آهنگ خرابش کنم، پس دمم گرم، بزن رو شونم بگو بابا دمت گرم تو خیری مردی. ولی این داستان اینه داستانه، که این بچه ها بمونه. آره شوخیه بابا، شوخیه. من خودم الان فکر کنم بهترین پدرم. خب ولی داستان اینه که این آهنگا میاد فقط واسه این که شما یه ذره سرگرم باشین، یه ذره این فشار عجیب غریبی که روتون هست تو زندگی و واسه واقعا 5 دقیقه واقعا. تو مهمونی بگی ولش کن رفت و اندازه یه آهنگ بهش نگاه کن، یه آهنگ کمدی فان بذارش کنار، برس به زندگیت. That's it. عالی آقا، عالی عالی، موفق I love باشی. you دادا. امیدوارم هر جا هستی عشق هر منی. سال موفقتر و خودت که موفقی. خب الان عشق دیگه منی. نمیدونم تو ایران دیگه من فکر کنم به سقف داستان که من رسیدی. خب انشالله آره تو دیگه بین فکر المللی کنم ها. باید بازنشست شم سلطان. آقا یه کاری هم بکنیم، حالا این همه اومدیم، یه 10 تا خب گوشی هم انتخاب کن از تو کامنت ها به ملت که هدیه بدیم. سورپرایز گایز، سورپرایز. فقط اوکی خب آیفون 16 نمیدیم آقا، یه سامسونگ خوبیه. سامسونگ میدی؟ آره اوکی حالا چجوری انتخاب کن؟ خب ما یه بار به خب یکی خب زودتر گوشی هدیه میگفتی. که دادیم، خب گفت چرا آیفون نفرستادید؟ سلام اذیت کلاب نکن. گذاشتید. گفتم بابا اوکی بیخیال. ناربه میخواد آیفون کادو بده، چجوری الان انتخاب کنیم؟ من دارم میگم آقا سامسونگ، تو میگم